من یک فکر رو پیشنهاد میکنم، نه برای طعنه کردن، نه برای ملامت کردن. ما در زمان مردم تاجیکستان، همه مای شما، ما در زمان اول صاحب اسلامی در بین 2-3 سال با طریق حشر دست جمعانه در همه دیه‌های حتی خردترینمان 5,500 مسجد بنیاد کردیم. مبلغ نپرسیدیم، مسئله ساختمان نپرسیدیم، دست جمعانه بنیاد کردیم. این اساساً برای کی است؟ برای کلان سالان. انکم مرحله رسیده است که ما غم فرزندان، نورسان، جوانان، نبیره و ابوایرگانی خود آینده ملت را خوریم، مکتب سازیم، مؤسسه‌های تندرستی بنیاد کنیم، شهر و دیهاتمون در 2 سال آینده باز هم آباد کنیم.